بگی بیادر. توبه توبه. قهرمان چی گپ شده بچیم؟ چی شده؟ او را نجات دادن نتانستم. کی را؟ بالای ما حمله کردن، تعداد اونا زیاد بود، نتانستم بیادر من نجات بدم. کی ها بودن؟ بیادر من کشتن پدر، بیادر من کشتن، بیادر من کشتن، بیادرم. اونجا بودم کاکا. بیادر رفت. هیچ تغییر نکردی. تو هم تغییر نکردی. بیادرم کجاست؟ در بیرون است. یا ماچ نو کاری کردی. پدر پدر ما را تنها نما. پدر خواهش میکنم ما را تنها نما. پدر جان، پدر خوب میشه. کجاستی احمق؟ منتظر باش میایم. تو مرا تفنگچیتا، زود باش. نبی تنها میرم. نگی غرضا بچه. مدت پس شو. تو چی کردی احمق؟ چی کردی؟ بیادر من کشتی. فایر کو. چند مرمی در سینه من بزن ها؟ کل برنامه ما رو به خاک یکسان کو. بزن. گفتی تلفات می داشته باشیم. تلفات می داشته باشیم. گفتم تلفات چی است میفهمی؟ تلفات دو محافظ است، دوستایش است، متین از کمال است، بسیار نزدیکایش است، ایمی از پاشا است. نه بیادرم احمق، پدرم خواهید نبود. سلیم آقا، آرامش تا حفظ کن. در خانوادهت کیها همراهیت است؟ در موضوع خانواده مداخله نکن. مجبور هستم مداخله کنم آقا جان. تا موانع از پیش پای تو پس نشه، از پیش پای من چطور پس میشه؟ از ناچاری کار کردم. منتظر پیر شدن قهرمان می بودیم. نامشت از زبانت نگی و آدم احمق.
درست است نمیگیرم بچم نمیگیرم. آقا سلیم بیبی ما هیچ وقت بیادر کلان نداشتیم. چطور میتونم احساسات تو را درک کنم؟ در بالا خداوند شاهد است. اگر ما این کار به خاطر دشمنی کرده باشم خداوند مرا از رویت بگیره. باید این کار میشد که شد. چی قسم با توافق رسیده بودیم ها؟ 1 میلیارد به تو 1 میلیارد به من. ما اگر 1 میلیارد پول ببینم ضعف میکنم. ما خواه قدر پول ندیدیم و نه حساب کردیم. تو دیدی؟ تو هم ندیدی. اما یک را داره آقا. اگر ما کارا را یک جایی پیش ببریم او وقت باز پول به شاخی بادکو هیچ کاکی نیست که در مورد استادگی کده بتانه. آقا مام خوش ندارم که حتی خونه یک گنجشک بریزه اما چی کنیم چاره نداریم. تا چی وقت؟ مثل گدایی گراواری دست ما دراز باشه. وقتی با آتش بازی کنی حتما تو را می سوزانه بیادر. دیگه به خانواده ایم نزدیک نمیشی. با بار آخر برات میگم به طور موی پدر و مادر و دیگه اعضای خانواده ایم ضرر نمیرسونی. ما یک عادت دارم. اگر قار شدم باز تمام نفرایت دونه مثل گندم دراو میکنم. فهمیده شد؟ برا احمق برا لوده گپای نپ نزن. آمده بود که اینجا کلی ما را خراب بسازه ها؟ تو دیگه کی؟ تو که آب شوی یا آتش شوی کجا را خود گرفتی؟ وقتی که اسلحه را بیرون کردی خب فیر که دیگه چطور مدت؟ حرکت ما که یک آدم احمقم دست شدم. بیادر بیادر زندگی سر ما باشه. زندگی سر ما باشه. بسیار دوستت دارم زندگی. میشه کلی موتر برم بتی؟ بیادر کجا میری؟ تا یک جای میرم کار دارم. سعیز بچه را کدت ببر. تنها میرم بیادر. تنها نمیشه.
هر جای میری بگو که بچه ها ببرنت. بیادر من خودم میفهمم کجا برم. یک بیادر ما کشتن. نمیخوایم دیگه شما از دست باتون فهمیدی. گوش کنین کودکا که مادارتان چی میگن. لیدیز اند جنتلمن، زخای بلود، مردا زود باشین از اینجا رنگتان گم کنین. تو میفهمی که چی میکنی احمق؟ پایین شو. تو چی قرقر داری مدیر؟ این مایک ده خدمتت بگی. او آدم روانی مسئول امنیت اینجا کی از میفهمی؟ مشناسم کوچ والاست نه؟ بله. چقدر خوب. ما گفتم دزد نابلد وارد کادان آمدیم. خودگه از این کل زیاد مرا کار نسازه. من خودم اینجا در دیجی صلاحیت دارم. رسیدیم بیادر استاد کن. سعی تو برو هر کار داری بکن. من اینجا منتظر می باشم. در برگشتم رایت میرم. زیاد من منتظر نمانی، زود بیایی. Bu kız beni sever, bu kız beni öldürür, bu kız bana güzel hayaller gördürür. Bu kız beni tutar ve kendine çeker. Bu kızla bana bir oda, bir yatak, bir kütüphane yeter. Belli ki bir sır vardı onun sesinde. Her düşündüğümde onu beyaz elbisesinde bela bulur beni ve uyku kaybolur gibi. Bu kız beni görünce gülümser. Bu kız beni sever. Bu kız beni öldürür. Bu kız bana güzel hayaller görür. Yamaç bia kocasti. Bu kız bana güzel yalanlar söyledi. Yamaç Kız bana kocasti. Yamaç bia lütfen. yalpalayaraktan giderim kapısına. Biliyorum sen çok geç ama yine de beni suçlama bebek. Sevişmek ne demek? Çizgi filmler mi izlesek, hiçbir yere de gitmesek, hiç kimseleri görmesek ama aşktan da ölmesek iyi. Belli ki bir sır vardı onun sesinde.
او قهرمان لوده چی شد؟ امر مرمی چه لوصاف جارت کردن. از شوق گل رویت دیوانه شوم یا نه، او دیوانه شوم یا. چی شده لوده؟ نیک صدایم خوشت نامد؟ وقت در گذشته آهنگ میخواندم مرغای هوا پایین میشد. چی گپ شده باشه؟ الو خیر خدایا خیر. لالا قسم میخورم ما هیچ کاری نکردیم. بیادر ما قهرمان بیادر از یاد دوست داشتم. قسم میخورم ما کاری نکردیم. بالاخره قهرمان ما بود نه؟ او قهرمان لوده چی شد؟ امر مرمی چه لوصاف جارت کردن. لالا اولادار هستم تو رو والا اگه مرا غرض بگیری خیر عوضر میکنم. خدایا شعر میره بگی وقتی که ما در بالا بودیم بازو را خوب تایی خراب کن. فهمیدی؟ حالا باشیم برو خدا یارت. بیادر هر وقت اونجا میرفتم فکر نمیکردم که یه قسم میشه. باید فکر میکردیم مدت. باید فکر میکردیم. وقتی که همیشه میرفتن باز چرا او کار شد؟ آدم های بی عقل عمرشان کوتاه است. ای گپا نمیفهمیدی؟ بیادر آه؟ پیزا فرمایش داده بودی؟ چی فرمایش داده بودم؟ پیتزا. پیده بیرون شو گفتم. بیرون شو. الا گم شو گفتم. الا از اینجا برو. گم شو گفتم. الا رنگت گم کن. چی شدی؟ در داخلش چی است؟ بیادر گفته نمیتونم. مدت تو برو ببین که در داخلش چی است. دایی چی است مدت؟ گفتم دایی چی است مدت؟ میفهمم که در جنگ هستیم اما جنگم از خود یک قاعده و قانون داره. ای چی است؟ مدت نباید بالای اونا رحم میکردم.
تکنولوژی بسیار پیشرفت کرده. اگر در طفولیت ما می بود بله متوجهتان باشین بچه ها. اگر بیرون شدنی باشه حال بیرون میشه. بیاین بیادر افراد تجمع که یک جای بیرون میشین. از این طرف بیادر. با مرده جاسوسم میخواستن سرم انتحاری کنن. چرا در این باره فکر نکرده بودم مدت؟ شفاخانه بریم بیادر. شفاخانه چی بد کنیم؟ مرا حمام ببر. گوشتای او آدم هنوزم در لباسم چسبیده بوی میتن. بیادر دروازه اتاق تا مثل حرمسرای همیشه چارپلاق باز است. چی گپ از خوابت نمیبره؟ نه در این روزا مرا خواه نمیبره. خودت خو میفهمی. بیخی طرف بیادرم رفتی و مثل تو بود. تا صبح خوشگذرانی کده می رفت. وقتی که صبح خانه می آمد باز می رفت و به کارش ادامه می داد. چطور این اتفاق افتاد؟ نمیفهم. با یک چشم زدن بیادرم از بین بردن. هرچی غم بخوریم فایده نداره. بیا که بریم چای بخوریم باز گپ میزنیم. نه من دلم نمیشه. نه میشه. مادرم پیشت می آمد باز ما آمدم. گفتم من میارمش. دایی 10 سال کجا بودی چی کدی دایی باره کل چیزا بگو. مردم به فاتحه میان باید در پولی مادرم باشیم بیادر. ما با اونا چی بگویم؟ لازم نیست چیز بگویی بیادر. فقط بفهمن که آمدی امی کافیست. دیگه ایش مادرم حل میکنه. اما قسم نمیشه بیادر. چی قسم نمیشه؟ بیخی سر وضعت خراب است. با سلمانی برو و کمی به سر صورتت برس و کالای نوت هم بپوش بیا. تو یا ماش کوچوال هستی فهمیدی. نباید با شیرم خوب او طرف سیل کو. با دقت سیل کو. ای آدم ها تمامشان خانواده تو هستن. اینجا خانه تو است. در خانه مهمان میایم. اما اگه تو بخوایی در خانه تو کل چیز می باشه بچیم.
کسی را که تو نخواهی داخل خانه شدن نمیتونه. فهمیدی یا نه؟ اگه داخل شوه؟ اگه داخل شوه از خانه خود حفاظت میکنی. با قیمت جان خود منصرف نمیشی. از خانه خود حفاظت میکنی. سلیم خان چطور هستی؟ وضعیت ادریس خان چطور است؟ والا بیادر ای تغییرات نامده. دکترها میگه دعا کنین دیگه ایشه خدا میفهمه. چهره جوان آشنا به نظر میرسه. یاماچ هستم بیادر. او یاماچ؟ چطور هستی؟ خورد بچه بودی حالا جوان شدی پشت لب سیاه کردی. زندگی سرت باشه یاماچ خان. دوستا زنده باشه محیدین بیادر. حالا دیگه ای بیخی پخپلو شده کم به سر وزش برس. سعیز بیا بریم. ما هم در جوانی یک قسم ریشمه ماندم. موهایم زیاد بود، روغن زردم چرب میکدم، کاکدم منطقه میگشتم، اما وقتا مود بود، حال پیر شدم دیگه. دکانم تغییر دادی؟ اوه ای بار چندم. سلمان باید مود روز تعقیب کنه خان صاحب. اگر نه روز سیم سقوط میکنه و مشتریام نمیه. اما عکس‌ها در جایش هست. و کسی که بالای اونا گپ بزنه از دکان بیرونش میکنم. وای بسیار سابق است. بشینم؟ بفرما. خب چی کنم؟ ماشین بلند کن. ریشکم اسلام میکنم، تشویش نکن. حل میکنم، درست است؟ هر رقم که تو میخوای. روزگام آمد؟ ها روز تو هم بخیر. بیا بشین بیا. سنا جان توی کار کو راحت میشی. اینجا کوچ کو هر روز یا ماچه میبینی. مشکلت هم حل میشه، باور کو. برات زنگ زده خبر داده که کجاست؟ البته که به من خبر نداده. دیوانه خونیست که به من خبر بده سنا جان. چرا؟ نمیفهمم. یا ماچ کمه دیوانه است. فکر کنم پرواز کرده و رفته. خلیل فکر کردی که من کدام طفل هستم؟ که مرا با ای گپایت فریب میدی؟ ما تو را فریب نمیتم سنا جان. دیوانه است. بله میفهمم، اما قسم نیست. ما دیدم که چه قسم طرفم سیل میکرد. تو تا حالا در زندگیت خوشیاره تجربه کردی؟ او لحظات خوبی که حتی تصورش کردن نتونی، بجز پوشیدن و خوردن، قدم زدن، کاملا متفاوت بود. بیبی من احمق نیستم. اگر میفهمیدم دروغ میگه فراموشش میکردم، اما من باید یاماچو پیدا کنم. سنا تو با ما باور کن، من چیز پت نمیکنم. به خاطر بردن تو با پولیس رو فروخت. حالا متوجه گپایم شدی؟ مطمئن هستی که اینجا از بیادرت هست؟ سنا چی شده؟ کدام مشکل است؟ سنا
بیادر ینگم کجاست؟ اطفال کجاست؟ همینجا هستن در چقار در یک جای امن هستن شاید بالای اینجا مملک کنن کاراجا باکن کجاست؟ تو از یه چیز خبر نداری او وقتی 18 ساله شوه زندانی میشه و در خانه آمدن نمیتونه بیادر خب چی شده؟ جنگ کده بیادر در یکی از مکانهای که بسیار بیر و بار بوده تقریبا 14-15 نفره به مرمی زده بیادرم؟ جمال بیادر مثل سابق ده زندان است با اونا در زندان ضرر نرسانند جای او از ما کده امن‌تر است تشویش نکن کلگی پشت دق شده بودن تو بشین من میبینم چطور هستین؟ چطور باشه میمی؟ سلطان روان کرد اینا کالای مراسم است فکر کنم این قاعده جانت هست از خدا برات میدادم اما خورده است بیا زو اینجا به خاطر دیدن وسایل قهرمان بیادر آمدی یا ماچ نه؟ اول خوش آمدی یا موج بچه زندگی سرت باشه خداوند قهرمان خان مغفرت کنه نماز جنازه را چه وقت میخوانین؟ اگر مشکل خلق نشه پنجشنبه در مسجد خود ما برگزار میشه وضعیت عادی نیز باید متوجه باشیم شما بهتر میفهمین اما مسلمانا جنازه خود از زیاد نگاه نمیکنن بچه آقای موج ما اینجا به خاطر آمدیم که در این منطقه مشکلات زیادی صدرهای ما شده اما هیچ کس تا امروز در این منطقه سرما مرمی فیر نکرده حل میکنیم عبدالله بیادر تشویش نکو شیر را که از مادر خوردن از دماغایشان بیرون خواد کنیم منطقه ما امن‌ترین نقطه استانبول است تا وقتی که شما سر ما باشین خدا راحت فکر میکنیم و میخوایم همه قسم ادامه پیدا کنه بیادر قهرمانم پیش چشمایم کشته شد به خاطر کی؟ بگوین به خاطر کی؟ این جنگ است در جنگ متوجه خود و دشمن باید باشیم یا کشته میشیم یا میکشیم هیچ کس نگوید که من این کار کردن نمیتونم و میترسم اگر کس قسم فکر میکنه امی لحظه از دروازه بیرون شده بره و بار دیگه به نام مرد بیرون قدم نزنه کاکا عبدالله زنده باشین جور باشین ما به گپایتان گوش کردیم به نظریات شما مرزش میتیم حالی اگه اجازه باشه یک چند دقیقه با هم دیگه گپ بزنیم قول میتونم همه چیز خوب میشه درست است بچه خداحافظ
چی کدی پاشا؟ فرار کرد. پاشا چیگه پس؟ مهم نیست بچه. با خانه فروشه که آدرس قهرمان گفته بود با آسمان روانش کردیم همراه با خانهایش. با خانه پیش کلکین منفجر شد اما نجات پیدا کرد، فرار کرد. کدام گپ شده؟ یعنی کدام حادثه؟ من از این چیز خبر ندارم. نه دیشب بعضی جایا را دیدم چیزی پیدا نشد. کوفته فروش؟ تویتر. امروز در تویتر خواندم. واقعا چیزی پیدا نکردین؟ از کجا فهمیدین پاخانه فروش نشانی رو گفته؟ متین و کمال محافظین قهرمان. اونا اونجا بودن وقتی بیادر ما کشتن؟ نه کسی را با خود نبرده بودیم. پس پاخانه فروش از کجا میفهمید که شما کجا میرین؟ تصمیم حمله را کی گرفته بود؟ پیادرها. ای گپای چی منامه؟ تا فکر کو که ما برش گفتیم چی را میخوایی بفهمی و بیادر توبه توبه. بیادر چی آمد؟ بچه‌م 10 سال است که در این خانه نیستی. هیچ کس نامت نمیگرفت حاله که آمدی میخوایی ریاست کنی چطور؟ هیچ قسم هدف ندارم بیادر لطفاً. هر کار که از دست ما می آمد کردیم. بهتر بود مشوره میکردیم. درست است. بعد از این چی میشه؟ یعنی اونا هم قسم آرام نخواد ششتن؟ کل مردم جگرخون هستن، خبر دارین؟ میفهمیم خواهر، متوجه هستیم. ما نمیخواستیم قسم شو اول او حمله کرد. اگه جواب نمیدادیم فکر میکردن ضعیف هستیم. دروغ میگم ایمی؟ همراه بچیم گپ میزنم، ما را تنها بانین. همراه یا ماچ گپ میزنم. مادر، مرا خواستی مام آمدم. از ما چی میخواین؟ هنوز ماتم بیادرت خلاص نشده. تو هنوز پدرتم درست ندیدی. یعنی همه چیز از بین میره. فقط تو میتونی که ما را جمع کنی. نمیخواین به ما گوش بتن. بیادرم گوش نمیتن. دیگرام طرف او هست دیگه. اگه به بیادرت اعتماد میداشتم باز تو را نمیخواستم. گپایش جدی نگی لطفا. بیشتر از همه از آمدنت خوش است. چون زیاد میترسه. اگه تو نباشی تمام مسئولیت به دوش او میفته. از او خاطر میترسه. او هم بچیم است. به اندازه تو دوستش دارم. اما سرش اعتماد ندارم. آقای آماج گفت که حل میکنه. وقتی قسم گفته حتما مشکل حل میکنه. مردا در قولشون استاد است. متاسف هستم براتان. کوچولا به سرتان دست کشیده و روانتان کده. باز شما هم خوش هستیم. بچه من مشکل ندارم. کم آیسته گپ بزن کلگی میشنوه. با درد سر گرفتار نشی. کلتان یک قسم هستیم. کلتان ترسو هستیم. بانک هر کس مشنوه بشنوه. پدر ما اونجا کشته شد کاکا.
خونهایش به دستای خود شستم. نمازش با شما ادا کردم. کوچوالا کجا بودن؟ یکیشون هم اشتراک کردن. هنوزم ازشان طرفداری کنین. آفرین به شما. از ما چی بخوای مادر؟ ما چی باید بکنم؟ اینجا منطقه کوچوالاست. اگر کوچوالا رهبری نکنه همه چیز از بین میره. امنی بیادرت باشا. هدفشان انتقام گرفتن است. با فکر دیگه چیزی نیستد بچه. باید صلح بیایه و هم هر چی زودتر. مادر، دشمنا بیادر مرا کشتن، میفهمین؟ اینا هم انتقام میخواین مادر جان. خون میخواین. این رو خبر هستی؟ فقط سر تو اعتماد دارم. قسمت بعدی لطفا مرا تنها نمان. نام یاماچ کوچوال در گوشت آشنا نیست؟ آشنا نیست. هیچ وقت این نام نشنیدیم. صبح و وقت بدون اجازه اینجا داخل میشین و از ما سوال میکنین. اگر پلیس را بخوایم زندانی میشین. بفرمایین خانم محترم، مرا مصروف نسازین.